داره خب قبل از این ها... تذکره که شما دارین افغان نوشته نیست؟ نه، من براتون میکشم همین لحظه. همین لحظه من برای شما میکشم. تاجک ملیت است. اجازه بدید. وقتی ما افغان میگیم، من پیشتر برای شما 10 مورد ذکر کردم که اینا نشان دهنده عزیز که افغان مساوی هست به قوم خاص در افغانستان. از تا 4 سال پیش کجاها این این مفکوره به افغانستان انتقال یافت؟ این مسئله تا 4 سال پیش اینطوری نبود. من باور دارم که از زمان آمدن آقای رئیس جمهور به عنوان یک رئیس توافقی حکومت وحدت ملی که تکیه بر یک قوم میکنه و تعمیل هویتی و کودتای قومی را بالای دیگر اقوام انداخته است، شکل گرفته است. اینجاست که واژگان معنا پیدا میکنه. قبل از این نبود، حتی در دوره آقای کرزی هم این اتفاق نبود، کسی به این چیزا اصلا بها نمیگذاشت. اما آقای غنی آمد یک طرح قومی سازی و قومی گرایی را مطرح کرد و آمد تحمیل کرد این هویت. برین ببینین آقای دوستم